من امروز یک جشن بزرگ است، یعنی با افتخاری جهان پهلوان خوشقدم است. همسینفان وای که امروز من را گیردی ما هستند 10 سال با هم خواندند. شادی نو به حد است و باوری کامل داریم که باز خوشقدم در همین ناحیه من با صمیمیت زیاد پیشواز میگیریم و چند روز توی تشریف و افتخار سیومین جهان پهلوان از نام تاجیکستان عزیز است. سلامت باشید، برکت و زحمت، باوری کامل داریم که باز این سلامت باشید. السلام علیکم اهل گروه من، شوهران، برادران، پدران، مادران، خلاصه همجاران عزیز. امروز برادرم و فرزند دیارمون خوشقدم خسرت به این مناسبت سزاوار شدن جای اول چمپیون جهان شدنش در رشته گرشتن سم با تبریک و مبارکات میگوییم و همیشه سربلند باشه و در آینده موفقیت های پیدرپر آرزو داریم. تبریک و مبارکات باشه. مبارک باشه. من از نام خودم، از نام جناب طاهر واحد رمزی جنم خسروش خدم فرا و مناسبت جای یکم شرفی رسپوبلیکای تاجیکستان برداشتنش تبریک می نمایم. دائم می خواهم که سری بلند باشد، با دویم باره چمپیونی با جهان شود. تبریکات من بخشیله و حامد، بخشیله و ناصر رساند و یا جواب باشه به من اتیان.